خوب آنه که بار اول حضور خود را در گرند سلم ها به نمایش میگذارد و ما مشاهده میکنیم که با چنگال خیرسانه و لقب خیرس محمد شریف نجمیدینوف بر مقابل میزبانان این مسابقه چگونه نیروسنجی میکند. گیگان فریدون از گرجستان با لباس های کبوت است و محمد شریف نجمیدینوف با جداگی سفید از فیض آباد تاجیکستان. دوستان عزیز و میبینیم که همان باد و هوای خیلی خوب و تازه فیض آباد برایش چگونه کمک میکند تا امروز مقابل این پهلوان خیلی اگر گویم سرسختی گرجستانیش هنرنمایی میکند. خب در اول به نظر می نماید که پهلوان تاجیک محمد شریف نجمیدینوف خب خیلی فعال است، گرچند قدم اول حضور اولش در گرند سلم ها باشد، ولی ما باور بر آن داریم که شاید از اولین حضور خودش یک خاطره برای خود و برای تمام مردم تاجیک گذارد. اما اینجا وقت نشان میدهد که پهلوان ما چگونه مقابل این حریفش نیروسنجی میکند. دو طرفه داشت از دست رقیب و آگاهی اول به پهلوان ما داده شد. خوب متاسفانه اینجا حرکت فریدون گیگانی از گرجستان وزری بها گذاری شد و پهلوان ما را ضرور است همکنون از جا برخیزد و بر مقابل این حریفش یک عملکرد خوب و دیدنی را به انجام رساند. محمد شریف نجمیدینوف در سال 2022 در قهرمانی تاجیکستان مقام اول را اشغال کرد و امروز به حیث رقم یک وزن 73 کیلوگرم تاجیکستان در این مسابقه بونفوز شرکت میکند. گیگانی فریدون از گرجستان دوستان عزیز 12 مرتبه روی میدان‌های گرند سلم نیروسنجی کرده است ولی نشان افتخاری به دست نآورده است. ولی اینجا حرکت خیلی زیبای محمد شریف نجمیدینوف همین حالت میتواند برایش کمک رسان باشد تا با آخر باید پهلوان ما حریف رو در زمین نگاه دارد. خیلی خوب ببینید بعد از گذشت چند ثانیه بعداً داور امر میکند که این حالت باید در زمین داشته شود، ولی متاسفانه تا با آخر پهلوان ما نتوانست که حریف را در حالت اسایکومی نگاه دارد، وگرنه خیلی عالی دیدنی میشد. اگر از همین حریفش گذرد با مرحله های دیگر راه یابد پهلوان ما خوب کسب نشان برایش آسان‌تر می شود، زیرا این حریف گرجستانیش البته خیلی حریف پرقوت است چون در گرند سلم ها گرند پری ها تجربه خیلی غنی دارد و چون گفتیم از گرند سلم ها نتیجه به دست نآورده است پهلوان گرجستانی، گرچند 12 مرتبه شرکت کرده است ولی از گرند پری ها یک مرتبه مدال نقره و یک مرتبه دیگر نشان برنجی را همین پهلوان گرجی به دست آورده است. یعنی اگر گیریم از جهت تجربه نسبت به پهلوان ما خوبتر است، ولی اینجا همین پرتافتی خیلی خوب محمد شریف نجمیدینوف برای ما لازم بود که امتیازها را برابر کند. خوب این البته تمام مخلصان و هواداران گشتین جدای میهن را یک وادار میکند که با این غلبه امید بندند، ولی این عملکرد خیلی اگر گوییم ضد حمله رقیب توانست که محمد شریف نجمیدینوف را از ادامه رقابت ها محروم کند. خوب واقعا در دقیقه های تا به همین ایپان ما چون مشاهده کردیم محمد شریف نجمیدینوف یک کم فعال شد، اجرای اصول کرد، ولی ضد حمله با آن وعده رساند که پهلوان ما در اولین حضورش در گرند سلم ها در دور دوم موفق شود. خب ما باشیم توجه میکنیم به گلیم دیگر.